در کندوز به هدف سرکوبی مخالفان مسلح حکومت عملیات پامیر یک آغاز گردیده است. مقام‌های امنیتی کندوز میگویند که به روز یک شنبه نیروهای مشترک افغان عملیات تصفیه تحت نام پامیر یک را در اطراف شهر کندوز به هدف سرکوبی مخالفان مسلح حکومت راهاندازی کردند و همکنون در منطقه جریان دارد. در 24 ساعت گذشته از اثر ضربات هوایی و زمینی در قریه دمشاخ، هرچین و خوجاپاک 17 نفر دشمن کشته شده، 7 نفر دشمن زخمی است. قماندان امنیتی کندوز میگوید که در این عملیات نیروهای دولتی قدم به قدم به پیش می روند و در ساحات تصرف شده استحکامات صورت می گیرد تا از برگشت دوباره عناصر ضد دولتی جلوگیری شود. تا نابودی و به اصطلاح مخالفین از ساحات و تصفیه و مناطقی که همه محلات و مناطقی که در روز طالبان حضور دارد و حتی پاکسازی همه مناطق عملیات جریان دارد. از جانب دیگر باشندگان شهر کندوز میگویند که از آغاز سال جدید این بار سیوم است که در حومه‌های شهر کندوز بر ضد مخالفان مسلح حکومت عملیات تصفیه راهاندازی می‌گردد، اما هنوز هم مخالفان مسلح حکومت در اطراف شهر این ولایت حضور فعال دارند. اما طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.